سلام دوستان، خیلی خوشحالم دوباره دارم براتون ویدیو میگیرم. امیدوارم لذت ببرید. دارم براتون آموزش هیرو کوپا رو میدم. امیدوارم به دردتون بخوره، چون که از بهترین مارکسمن های بازیه. همونطور که میبینید برخلاف هیروهای دیگه این هیرو 4 تا لول داره و یکی از بهترین مارکسمن های این بازیه و از این رو به عنوان جنگلر هم استفاده میشه که در این صورت از راحتی میتونه جنگل وایسه و خیلی رو خوبیه و جزو یکی از بهترین مارکسمن های این بازیه. اینی که با هم لولاشو ببینیم چیکار میکنه. خب همونطور که میبینید مارکسمن های خوب دیگه هم هست، مثل مسکو، نمیدونه هانابی، ولی تو لاین پاپول همشونو میزنه. اینجوری بهتون میگم بهتر. و یک دونه انمی لازم داریم، یک دونه انمی. بله همونطور که میبینیم لول پاپول تایمیه. هر چند ثانیه، هر 30 ثانیه است، هر 30 ثانیه یک دونه آماده میشه که میتونین دقیقا مثل همین صحنه ازش استفاده کن. و وقتی که انمی بیاد روی طلا به حساب طلا و انمی استان میشه، مثل این حالت. ببینید انمی اسلو و استان میشه و وقتی لول یک رو میزنید گرگ شما اتک اسپید میگیره و سمت انمی حرکت میکنه و وقتی به دور بزنید برمیگرده پیش خودتون و یک چیزی شما اضافه که بسیار شیلده کاربردیه. وقتی باف یعنی لول 4 پاپولو بزنید گرگتون 4 میشه. وقتی لول 1 رو بزنید 10 میشه. وقتی گرگ شما 3 تا هر این آبیایی که اینجا پر میشه تعداد اتکای گرگتونه. اگه گرگتون 3 تا اتک بده، شما اتک بعدی که شما میدین کریتیکال میخوره. بستگی به آیتم داره، هر چی آیتم های شما بیشتر. الان کار میزنه 489. من برای شما نشون بدم. You just blocked my way, dumb Koopa. دمیج 10 برابر میشه اگه آیتم های بهتری ببندی و این رو به راحتی هم جنگل میتونه وایسه و اگه هم بریم باش لاین هیروی روبرو رو خیلی اذیت میکنه. امیدوارم از این آموزش لذت ببرید. وقتی هم بافو میزنید 2 تا لول اینجا جایگزین میشه، جایگزین میاد که اینجوری شیلدی که بهتون میده شیلد بیشتریه و دمیجی که میده دمیج سنگین‌تریه. بله کریتیکال ها هر 2 تا اتک یک دونه کریتیکال میشه. 4000 تا هم توش هست. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید دوستان. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. امیدوارم دوست داشته باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.